دوستای گرامی وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ویدیویی که امروز براتون درست میکنم در حقیقت یه چند تا مپ هست از افاز کنترلر. نمیتونستم به دلیل حجم ویدیو یا طولانی شدن زمان ویدیو توی اون قسمت دوم یا قسمت عملی براتون اونجا انجامش بدم. فکر کردم که یه ویدیو مجزا درست میکنم، یه خورده کوتاه‌تره، ولی این چند تا مبحثی که مونده اونا هم خیلی حائز اهمیتن. پس با باشید. دوستان عزیزم وقتتون بخیر. به کانال خودتون فارشوله آنلاین به زبان فارسی خیلی خوش اومدین. از همتون ممنونم بابت حمایت، ساپورت این کانال و من، و همین که لایک میکنید، به دیگران معرفی میکنید. خیلی سریع میرم روی این چند تا مبحثی که جا مونده بود. به صورت ساده بهتون میگم. پروفر اگر از شما خیلی ساده پرسید شما چجوری از ماشین پیاده میشین به عنوان راننده، ما همیشه با دست راست و دست مخالف دستگیری که باید در رو باز کنیم میکشیم. به چه دلیل؟ وقتی که این دست شما جلو میره بدن شما بالا تنتون اینجوری برمیگرده، مثل حالت شولتابلیک خیابونه میبینه. پس با این دست چپتون دستگیری پایین میگیریم، با دست راست دستگیری بالا و در رو باز میکنم، پیاده میشم. خب قفل فرمون دوباره یه مورده، بستگی داره که با چه ماشین میرید. الان با این XY BMW قفل فرمون زمانیه که اگر ماشین فارشولتون این بود خیلی راحت میتونید بهش جواب بدید. قفل فرمون به محضی که من در رو باز کنم، یه چند لحظه نگه دارم، قفل فرمون اتوماتیک بسته میشه و وقتی که دوباره در رو بستم دوباره فرمون باز میشه. یه صدایی میکنه دیگه. وقتی که فرمون باز میشه دوباره من میتونم. ماشین قدیمی باید فرمون رو تکون میدادید، مثلا یکی از سوالا این بود که این با همزمان کلیدو میچرخونین یک کم این ور اون ور، چپ و راست تا قفل فرمون باز میشه. حالا چند تا مطلب الان تو ماشین دنده ایم، مجدد تو ماشین اتوماتیک هم براتون انجام میدم. شما چند تا مطلب دارید که اساسا در رابطه با مطلب ترمزاست. بتریپس برمزه، فستشتر برمزه، هند برمزه. بتریپس برمزه در حقیقت سیستم ترمزای شما که توی 2 تا محور چرخی جلو و عقب عمل میکنه، یعنی 4 تا چرخا همزمان با هم دیگه ترمز میگیرن. نمیخوام زیاد وارد مطلب مثلا فنی بشم، سایلایتونگن، اونایی که مثلا حالتهای مختلف دارن، ولی فقط وقتی اسم بتریپس برمز اومد یاد پدال ترمز باشین. چجوری اونو تستش میکنین به شما میگم. یه دونه متد قدیمی هست که در زمانی که ایستادین شما 1 2 بار 3 بار برمز پدال و این پدال ترمزتون وقتی که فشار میدید یه مطلب داریم. ببین اون واژه کلید واژه‌ای که به شما گفتم اینه پدال وگ، یعنی اینکه وقتی شما پدال رو فشار میدید یه مسیری رو تا پایین میره دوباره برمیگرده، پس این میشه پدال وگ. ولی وقتی که شما تو حالت ایستاده این کارو میکنین، این پدال وگ شما هی کمتر کمتر میشه، در حقیقت زیر پای شما تو پدال ترمز سفت میشه. وقتی سفت میشه به این معنیه که شما هیچ نشتی داخل لایتونگا و سیستم شلنگای ترمزتون ندارید، همه جا دیشته و داره براتون کار میکنه. خب پس این پدال وگو با هم یاد گرفتیم. یه مطلب دیگه هست که بهتون گفتم اگه نتونستین یه چیزی رو تشریح توضیح ارلایتن کنید، انجامش بدید، به سادگی انجامش بدید. بتریپس برمزه رو از من میخوای، اوکی، یه بار ماشین رو روشن میکنی، الان با دنده کلاج میگیری، دنده رو میندازی دنده 1، دستیت هم میخوابونی، اندازه 1 قدم میری جلو، یه ترمز میگیری، حالا یه خورده کیپ بگیر ترمز رو. به همین سادگی یعنی شما متوجه میشین که آقا این ترمز داره عمل میکنه. مثل این که مثلا از کسی دوچرخه‌ش میخوای بگیری، ببینی که این دوچرخه الان داره ترمزش کار میکنه، خب یه دونه پا میزنی، یه دونه ترمز میگیری، متوجه میشی. توی موتور همینه، توی ماشین همینه. پس اگه خواستی بتریپس برمزه رو بهش نشون بدی این کار میکنه.
هند برمزه فستشتل برمزه دقیقا این همینه. ماشین تو روشن میکنی توی دنده کلاج دنده 1. حالا اگر که از این الکترونش هند برمزه داری که در حد یه دونه کلیده، یا اینکه دوباره اهرمیه که دیگه الان تقریبا بیشتر کلیدی هن. اگه اهرم بالا کلاج کم کم راه میکنی، ماشین اینجوری کمر میزنه نمیره جلو، پس متوجه میشی که الان دستی داره کار میکنه. تو 99% از ماشینا دستی معمولا تو 1 میبره چرخه، اونم چرخ عقبه. پس دستی یه دونه برمز کشتنگه داری، یه دونه سیم ترمز داری که از اینجا میره چرخ عقب، فقط چرخه عقب رو قفل میکنه برای شما، که این موجب میشه تو حالت ایستاده وقتی دنده خلاص هستین اصلا ماشین شما اینجوری کسی نتونه هولش بده یا اینجوری غیر نخوره بره جلو. خیلی خوب، حالا براتون همینو دوباره دوربین تکون میدم انجامش میدیم با هم که شما ببینید. ما پس یه دونه بتریپس برمزه داریم. خب یه دونه بتریپس برمزه داریم که اینجا با پا ما اینو بتیگین میکنیم. الان ماشین ما دنده دیگه، خب ما اینو با پا بتیگین میکنیم. یه دونه هم ترمز دستی داریم که دیگه فکر میکنم مثلا ماشین جدید مثلا فارشوله دیگه اون ترمز دستی که قبلا اینجوری شما به صورتی اهرم بود و میوردنش بالا دیگه اون نیست، همشون شدن مثلا الکترو فستشتل برمزه. فستشتل برمزه گفتیم همون هند برمزه است. خب زمانی هم که اینجا لوشتن میکنه یعنی اکتیو، چراغش روشنه، دوباره ما توی تاخومونم عین همون سیمبل میبینی اینجا یه دونه کنترل لامپ داریم. پس اونجایی که تو کلاس تئوری بهتون گفتم به مزگی گفت مثلا یه دونه کنترل لامپ به من نشون بده، خیلی راحت وقتی تو پروفشنال استادی هند برمزت اکتیوه این کنترل لامپ هند برمزه رو نشونش میدی. خیلی خوب، پس اینجا وقتی که هند برمزه شما اکتیوه مثل همون دینامیشه به ویگونگی که داخل همون حرکتی که داخل اون چیز داشتی، هیبل دستی داشتی اهرمه بود، تو اینم هست. یعنی اونو می آوردی بالا هند برمزت فعال میشد، اینم با انگشت میاری بالا همونجوری میشه. دوباره اونو می آوردیم پایین دوباره غیر فعال میشد، اینو میاری پایین دوباره غیر فعال میشه. ولی چرا الان هیچ اتفاقی براش نمیفته؟ پس اگر روز امتحانت روز فارشتوندت دیدی و تو داری اینو فشار میدی اتفاق نمیفته، اینا همه دو پلت زیشرونگ یا کیند زیشرونگ رو این دستگاه ها رو گذاشتن. مثلا اگه یه بچه کوچیک توی ماشینه و مدام اینو فشار میده، پس نباید هند برمزه شما آزاد شه. چه موقع آزاد میشه؟ موقعی که ماشین اشتوگرت ماشین، کامپیوتر ماشین متوجه بشه که راننده سر جای خودش نشسته. پس تا زمانی که شما اینجا کلاژ ترمز نگیرید، خب هند برمزه اتفاقی براش نمیافته. خب ببین من الان ماشین روشن میکنم و آس شد. خب تو مدت زمان زیادی هست که من الان اینجا ایستادم، یه خورده دیگه باتری هم ضعیف شده. پس من تا زمانی که ترمز نگرفتم این غیر فعال نشد. خب باید توجه کنید، اینا ریزکاری هستن که روز امتحان، روز فارشونتون میخواین راه بیافتین ماشینتون میندازین تو دنده ولی اینو نمیزنین. دوباره اینا یه سیستمای تکمیلی دیگه توشون هست مثل آتو هولد، همه اینا هست که به محض که شما بندازین تو دنده متوجه میشه که راننده توی ماشین نشسته، اینو دوباره برای شما غیر اکتیو میکنه. خب یعنی دی اکتیویرنش میکنه، دوباره مثلا ماشین آزاد میشه برای رفتن. به هر جهت خواستم یه کوچولو براتون اینو توضیح بدم. حالا روز افراز کنترل امتحانتون به شما میگه که پس گفتیم که دو تا مدل داری، یه بتریپس برمزه. اگه خواستی بتریپس برمزه تو براش به شما گفت بتریپس برمزه wie kann man Betriebsbremse überprüfen. پس وقتی اسم بتریپس برمزه اومد یعنی منظورش روی 4 تا چرخه. خب دیگه منظورش اینجا هند برمزه نیست، با اون پایین کار داره. یا به صورت مثلا ترادیسیونل قدیمی شما
شما چند بار این برمز پدالو که فشار بدید، خب زیر پاتون هی سفتر میشه. این نشون میده که اون مثلا نشتی مثلا اندیشتیشکایتی داخل برمزلایتونگاتون یا توی مثلا برمز سیستمتون ندارید. این یه مدل ساده ترینش برای امتحان، چون اینو باید یه خورده توضیح بدین، ارلایتن کنین. حتی اگر نتونستین همینجوری وقتی که ماشین چیزه برای چند بار پدال بزنید، اون متوجه میشه. به شما گفتم که اون متوجه میشه که شما میخواین چیکار کنین. یا خیلی ساده ماشینو اگر که با دنده‌ای هستید، خب بذار من این ذره خودم بیارم جلو. خیلی خب، اگه با دنده‌ای هستید میندازین توی دنده یک، خب دستی هم که پایینه میندازین توی دنده یک و یه قدم میرید جلو. خب ببین شما یه قدم میرین جلو و سری یه ترمز محکم میگیرید. حالا دیگه نه اونجوری مثل گفا برمزون، ولی ترمز میگیرید. پس نشون میده که این ماشین وای میسه، ترمزش داره کار میکنه. پس این شد بتریبس برمزه. حالا اگه دوباره از شما در رابطه با هند برمزه یا فستشتر برمزه سوال کرد، نه wie kann man den feststelle Bremse überprüfen ob der tatenlos funktioniert. چجوری تو هند برمزه تو کنترل میکنی، überprüfen تستش میکنی که مثلا داره درست کار میکنه. عین همونه. خب الان ما با ماشین دنده ای هستیم، هیچ فرقی نداره. میندازی دنده یک، خب میندازی دنده یک، هند برمزه تو میگیری تو دست، فست بالا. خب میخوای بری جلو، این هند برمزه که تو دستته دیگه، نگاه کن من میخوام راه بیفتم، تو ماشین من نمیره، دیدی حتما داره پیپم میزنه، خب که هند برمزه بالاست. پس ماشینت اینجوری یه تکونی میخوره، ولی اصلا یعنی در حد یه دونه زانو زدنه، خب ولی نمیره، این فسته. و سعی کن گازم ندید، چون بعد ممکنه اون چی بهش میگن، اون سیم ترمزتون هم ببره. موتور که قویه، بهش گاز ندید. حالا با اتوماتیک بودید فرق نمیکنه. این که دیگه دنده که ندارید، بندازین روی د خب که میخواید برید، دنده جلو درایو که میخواید برید بندازین روی د، ولی هیچ فرق نمیکنه. اینو دوباره بالا نگه دارید. وقتی بالا نگرش داشتین پاتون از روی ترمز وردارید با اتوماتیک، دوباره ماشین نمیره. حتی خواستید مثلا یه کوچولو هم با گفول، خب پاتونو میتونید بزنید روی گاز، همین که ماشین دوباره یه زانوی کوچیک زد دوباره پاتونو بزنید روی ترمز. پس اون با پا دنده یه قدم رفتیم جلو، شد بتریبس برمزه اوبرپروفن اون تستن. یه بارم شد هند برمزه، یعنی میندازیم یک هند برمزه مونو میگیریم. الان میخوایم تستش کنیم که کار میکنه و هیچ اتفاقی نمیفته. اینم شد فستشتر برمزه هند برمزه. دوستای عزیز مجدد عرض سلام، ما در خدمت آقا حامد گل هستیم. همین مطلبی که با هم دیگه در رابطه با بتریبس برمزه و هند برمزه با هم صحبت کردیم و الان توی ماشین اتوماتیک میبینید این دنده ماشین اتوماتیکه، با دنده رو دیدیم الان اتوماتیکه. خیلی خوب آقا حامد، wir möchten gerne einmal Betriebsbremse testen, überprüfen. So, میایم روی د، یه قدم میریم جلو، یه ترمز میگیریم. دقیقاً. خب پس این شد بتریبس برمزه. حالا دوباره میخوایم einmal feststellen برمزه überprüfen کنیم. میایم روی د، دستی رو نگه میداریم، اینجا یه کوچولو پامونو میذاریم روی گاز، دوباره میذاریم روی ترمز و کار تموم میشه. پس به راحتی یک بار فستشتل برمزه رو با هم دیگه انجام دادیم، یک بار بتریبس برمزه. برای فستشتل برمزه اگر که از این ترمزهای دستی دارید میتونید از اون استفاده کنید، اگر که نه با همین ترمزی که الکترونیشه مثلا هند برمزه است، فقط باید شما بالا نگرش دارید، با دست اینجوری فست نگرش دارید، پاتون از روی ترمز وردارید و یک گاز خیلی، نه اینکه پرفشار باشه، خیلی ملو، یک گاز بعد سری ترمز.
ماشین شما مثلا اینجوری یه کمر میزنه نمیره، ولی بعدش دوباره حرکت میکنه. خیلی خوب، بعد که کارتون هم تمام شد دوباره آقا حامد پر رو بزن لطفا، دکمه پر. خیلی خوب، خیلی ممنون آقا حامد که همکاری کردی، خیلی ممنون. پس با هم دیگه این مطلب هم یاد گرفتیم که چجوری فستشتل برمزه، هند برمزه یا بتریپس برمزه توی ماشین اتوماتیک و ماشین گانگشالتون منوال دستی رو با هم دیگه انجام میدیم. من ماشین مجدد خاموش میکنم. ما تقریبا همه مواردی رو که لازم بود با هم دیگه صحبت کردیم. برای افارس کنترل این کلاسه بیشتر از اینا هم احتیاجی ندارید. یکی دو تا مثلا مورد ریزه، اگه که مثلا به شما گفتش که اوکی الان تو میخوای پیاده شی، خب میخوای پیاده شی چجوری در ماشین باز میکنی؟ اونم با دست مخالف بهش نشون میدید. یعنی شما با دست راست اون دستگیره رو میگیرید که میخواین در رو باز کنید و با دست چپ در رو هول میدید. خب به این معنیه که شما وقتی که با دست مخالف در رو باز میکنید اینجوری برگشتین به سمت خیابون، یا حالت شولتبلیک هم دارید و خیابون هم در نظر میگیرید. دوباره سمت مثلا بایفارا، شاگرد یا پشت کسی خواست پیاده شه شما کنترل میکنین. آره، برای اینکه من فارتسوک فورا یا فوررین هستم، مسئولیت ماشین با منه. ببین اینا دیگه ریزکاریه که دیگه اونجوری میتونید بهش جواب بدید. امروزه مثلا سوال میکنن که با این اسیستنت هایی که مثلا داخل ماشین هست و شما اینجا میتونید کنترلش کنید، بلد این کار بکنید که اینه دیگه با فالررتون باید این فارشتونده مثلا تمپو لیمیت دارید، خب یا مثلا اتسه دارید یا مثلا گیشویندیشکایتس رگلر دارید. اون هر چیزی رو که برای شما مثلا در نظر میگیره باتون کار میکنه، چون روی این باید فیت باشین، یعنی رو کار باید سوار باشین. اینجوری نباشه که مثلا همونگ داشته باشید و نتونین درست انجامش بدید. پس باید قبلا تمرینش بکنید. برجت یه خورده دیگه من فکر میکنم، ولی تا اونجایی که الان تو خاطرم است بیشتر از این برای امتحانتون به مورد چیزی دیگه احتیاجی ندارید.